سلام دوستان، حال چطور؟ خوش اومدید به این ویدیو. من ابوالفضل هستم از کانال ژنرال ابوالفضل. به اولین ویدیو من در یوتیوب خوش آمدید. خب بچه‌ها، آمدم در این ویدیو به شما آموزش بدم که چجوری در ماینکرافت به ایموجی مخفی هاشون دسترسی داشته باشید. خوشحال میشم اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که اگه ویدیو گذاشتم یوتیوب به شما خبر بده. پس بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه، شما سایتی، اسم سایت رو من نمیدونم و الان تو گوگل به شما نشون میدم. شما میرین در گوگل، حالا فرق نداره گوگل باشه گوگل کروم باشه، حالا فرق نداره. من کرومو بیشتر دوست دارم. این سایتی که می نویسم و زیر این ویدیو هم میذارم. می نویسید و سایت اولی میبینید این. اگه تو تصاویرش هم بیاین میبینید که بله، دکمه های مخفی ماینکرافت هستش و میتونید استفاده کنید. میبینید بچه هم. خب بچه هم بیاین دوباره تو همه. خب سایت اولی رو بزنید. وقتی که رفت در سایت یه چند دقیقه باید صبر کنید. اینجا میایید پایین، میایید پایین، میایید پایین. اینجا ببخشید، اینجا باید گوگلتون رو به گوگل کامپیوتر تغییر بدید. برای تغییر دادن 3 نقطه رو بزنید، این سایت مخصوص رایانه رو بزنید و میبینید بچه ها همه دکمه های مخفی ماینکرافت اومده و میبینید که همه دکمه هاش هستش. این دکمه به هیچ وجه در ماینکرافت نیست که بخوان همه ازش استفاده کنن. حالا برای مثال مثلا من میخوام این گوشت غذا رو روی اینایی که اینجورین اینا نگه دارید. حالا شاید برای من اینجوری باشه، شاید برای شما ایموجی داشته باشه. حالا من اینو میزنم، روشو نگه میدارید و میزنید کپی. پس بچه ها بریم الان در ماینکرافت تستش کنیم. خب بچه ها، شما یه مپ به دلخواه خودتون درست میکنید. حالا از قبل مپ داشتین اشکال نداره و یا میخواین یه مپ بسازین بازم اشکال نداره. و من میخوام اینجا صاف میکنم زمینمو. خب تا این بیاد استاپ میکنم و دوباره میام. خب بچه همونطور که میبینید من مپمو ساختم و یادم رفت موبایل خاموش کنم. خب بچه ببخشید یه لحظه ویدیو رو استاپ کردم. حالا اینجا حالا اون شکلی که رو هرچی دوست دارید میتونید بذارید. من حالا میذارم رو چست. اسمشو میذارم رو چست. یه چست پیدا کنیم. خواستیم بذاریم رو چست، یه انویلم باید بردارید. انویل میذارید و میرید داخلش و یه چست رو اینجا میذارید و اینی که کپی کردین رو میذارید و میبینید کپی شده و میبینید همکنون اومده. این چست رو برمیدارید و میذارید زمین، بازش میکنید. میبینید این بالا این بالا رو ببینید که چیزش تغییر کرده، انگار یه چیزی روشن خاموشه اونجوریه. خب بچه خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. این ویدیو زحمت خیلی زیادی کشیده شده که من پیداش کنم و به شما
آموزش چیزشو بدم. اگه بچه ها دوست داشتید این ویدیو لایک کنید، چنل منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که اگه ویدیو گذاشتم همونجوری که اولی ویدیو هم بهتون گفتم یوتیوب به شما خبر بده. از این به بعد من در یوتیوب فعالیت میکنم دیگه، در آپارات فعالیت ندارم. پس خیلی ممنون که این ویدیو دیدید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.